اسپیگری، تنفروشی، یعنی به عنوان یک شغل رسمی باید توی آموزش داده شده، منطبق بر همین اسناد بین‌المللی که عرض کردم، باید به رسمیت شناخته بشه، انگزدایی بشه. نه فقط در دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی این مباحث پیگیری میشد، دنبال میشد، بلکه جالبه تو دولت آقای روحانی اما نشستی رو داشتیم در دوره خانم ملاوردی با عنوان نشست تنفروشی، یعنی عنوانش یک عنوان به ظاهر جذاب، بهداشت و سلامت جنسی با روی کرده تنفروشی، ولی وقتی میری توش میبینی که دقیقاً دنبال اینن که زنان تنفروش یک مسئولیتی داشته باشن، به رسمیت شناخته بشن، از بیت المال مسلمین برای اینها هزینه بشه، خدمات جنسی بدن. تنفروشی در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی و جرم محسوب میشه. در ماده 221، 224 و 230 جرایم مربوط به زنا و تنفروشی آورده شده. همچنین در ماده 639 و 640 اعلام شده که هر کسی که تشویق به فساد و فحشا و دایر کردن یا اداره کردن مراکز تنفروشی بکنه از 1 تا 10 سال زندانی داره و مرکز مربوطه هم تعطیل میشه. البته این قوانین به نظر تنها روی کاغذ ثبت شده و در عمل می‌بینیم چنان پرده وقاحت حضرات دریده شده که آب و خاک و منابع و غنایم مملکت رو به تاراج بردن و الان نوبت رسیده به زنان و دختران سرزمینمون. از تبلیغ کلیه فروشی تا تنفروشی که زیر سایه کلمه صیغه که فقط در مذهب شیعه هست مملکت رو به فساد کشیدن. با سوء استفاده از زنان بیپناه و مجبور ساختن اونها به تنفروشی سودهای کلانی کسب میکنن و دختران جوانتر رو هم صادر میکنن و سود ارزی به جیبهای ناپاکشون وارد میکنن. شرم بر شما باد. یک سوال دارم از موجود گستاخی که در این فیلم کوتاه دیدیم. اگر تنفروشی قانونیه و باید شغل رسمی باشه، آیا خودت و یا زنان منسوب به خودتون هم تشویق به این شغل میکنین؟ یا ثروت کسب شده از غارت منابع طبیعی برای شما کافیه؟ واقعا تخریب بنیان خانواده تا به کی؟ وقتش نیست بیدار بشیم و در مقابل این ننگ بایستیم؟